سلام رفقا، همونجوری که روی تامنیل دیدین، روی تایتل دیدین، بالاخره موقعش رسید. احسان آوتکست داره میره سربازی از موها و سیبیلی که گذاشتم اسم میکنم معلوم باشه. یه ویدیوی کوتاه صحبت با چایی به یاد قدیما. اونایی که پلیلیست ریل تاکو دیدن میدونن داستان این ویدیو چیه. خلاصش اینه که میام میشینم حرف دلمو میزنم و بعدم میذارم میرم. این آخرین ویدیوم نیست، شما قرار نیست نبوده منو حس کنین. یه گله ویدیو از قبل رکورد کردم، روی اسکیجول گذاشتم و پشت سرم قرار آپلود شه. درسته نمیتونم متاسفانه جواب کامنت ها رو بدم، اصلا من دارم از همتون عذرخواهی میکنم و کنار عذرخواهی یه دونه تشکرم به همه بدهکارم. اول از همه رفقا، کامیونیتی یوتیوبمون شد 100 تایی، دمم گرم و ایشون موقعی که اومدم بالاتره دیگه. آقا یه گله ویدیو تو چنل، لذت ببرین. اینستاگرامم 2073 تا رد کرد و کمتر از 1 ساعت و نیم دیگه هم باید برم سوار اتوبوس شم، برم یه منطقه، یه شهری فکر کنم به اسم آباده بین شهر اصفهان و شیراز که برم برای دوره آموزشی. این اول از همه. و دوم، دمم گرم رفقا. خیلی هستن اسم فالوور، سابسکرایبر، هر مزخرفی هم بخواین اسمشو بذارین، اسمشو میذارم فن، نمیدونم آرمی فلان. ولی دقت کنم اول ویدیو میگم رفقا و طرزی که کلن با بکس اینستاگرام، بکس یوتیوب کانکت شدم اینجوری هم که انگارم رفیقم. هیچ چیزی بالاتر نیست، هیچ چیزی پایین تر نیست و آدم رفیق بازی هم کلن در نتیجه. آره دی و سخته. مطمئناً نمیتونم بگم نمیترسم، چون که به قول چیزی ها یک رفیقم یه حرف خیلی قشنگ امروز زد، یه دونه شطوره که دم در خونه همه باید بخوابه. داخل سن 21 سالگی دارم میرم سربازی و ترسناکه. 100% سعی کردم لحاظ مغزی براش آماده شم، سعی کردم لحاظ روحی براش آماده شم که نزدیکی 2 ماه قرار نیست خانواده‌مو ببینم، قرار نیست هزار تا چیز. تا چیزی که من فهمیدم از این آموزشی 2 ماهه که 1 هفته بین 2 ماه فاصله است. یعنی ماه اول که تموم شد 31 برج 5 منو ول میکنن، آزادم میکنن، برو خونتون و افروز شهر خودمم و داخل این افروز دوباره میام سراغتون، دوباره تولید محتوا میکنم. اون موقع سیزن جدید سوئیساید اسکواد اومده، نمیدونم 1000 تا آپدیت قرار گیم اومده، گیم جدید اومده، بیا ماجی، بلک میت ووکانگ، بلک آپس، میریزیم تو همه اینا، میریزیم رو اینا. نگرش نباشین و ترسناکه دیگه. خلاصه امیدوارم بمونین کنارم. محتوا هست، درسته نمیتونم دیگه پست بذارم، استوری بذارم، از این بر هزار تا چیز. سخته. تنها حرفی که میشه بیانش کرد که در وصف این داستان عجیب باشه اینه که سخته. خیلی اصلا رد شدن، خیلی اینجوریان که داشت یه چیز کوچیکیه شاید، ولی خب داشتم کریر میساختم هم داخل یوتیوب هم داخل اینستا و یکم سخته بخوام ول کنم و برم. اینستا 3,064 بود آخرین باری که چک کردم، دیشب بود فکر کنم. ویو گرفتیم، هزار کامنت گرفتیم، جواب همه هم دادم همه رو لایک کردم، ریپلای کردم، حتی اونایی که خندیدن ایموجی خنده ریپ زدم در این حد اندازه. و خواستم که بدونین که دوستتون دارم. یه لحظه صبر کن داشت نری وایس چقدر داغه لامصب. برفاکم بزنم و آره قدرمتون رو میدونم، قدر اونایی رو میدونم که میتونن و میمونن تا هم برگردم، ولی اونایی که بخوان آنساب کنن، آنفالو کنن، اکانال لفت بدن، هر چیزی اون هم درک میکنم و تمومش کنیم با یه جمله خیلی زیبا part of the journey is the end و دورمتون رو میبینم. فعلا تا یک بار دیگه، تا ویدیوی دیگر.